خوزستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روز. طاقت بیار رفتی 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 طاقت بیار این راه رو، طوفان و پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوش. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد. طاقت بیار رفیق، خورشید پشت ما، طاقت بیار رفیق، تو بی کسی، طاقت بیار رفیق، داری اگه تاریک شد دستای فانوسو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با هم بیار، طاقت بیار رفتی، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خورشید پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم، طاقت بیار رفیق. 25 خرداد روزی بود که دیکتاتوری ولایتی فراحتی تصمیم گرفت که اراده مردم رو خود کنه و اونها رو به زانو در بیاره. در طول این 3 سال مردم قهرمان ما، آزادگان، دانشجویان، وکلا و دیگر شهروندان عزیز ما که برای آزادی و میهنشون به پا خواسته بودند، به زندان ها افتادند. در همین زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم، در زندان رجایی شهر و دیگر زندان های ایران تعداد بیشماری از زندانیان سیاسی هستند که اینها بدون امکانات پزشکی محکوم به مرگ تدریجی شدند. رژیم جمهوری اسلامی و نظام ولایتی تصمیم داره که با این فشارهای غیر انسانی آنها رو به زانو در بیاره و تسلیمشون کنه. در کنار این جریان نیروهای اصلاح طلب با نام اصلاحات با حفظ جمهوری اسلامی سعی میکنن که مبارزه مردم رو به انحراف بکشونن. تا قبل از انتخابات صحبت میکنن از شرط و شروط، در طول انتخاب فوری میرن رأی میدن. از یک طرف با نظام سرکوبگر ولایتی فراحتی آهنگ
همیاری میزنند و از یک طرف دیگه سعی میکنند که خود رو همراه مردم نشون بدن. صدای موج سبز، جنبش سبز لندن با صدای بلند اعلام میکنه که ما از جمهوری اسلامی گذشته و به این نتیجه رسیدیم که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نمی باشد و قانون اساسی ظرفیت و قابلیت تغییر یا اصلاح نظام استبدادی را ندارد. ما خواهان برگزاری رفراندوم در شرایط آزاد با در نظر گرفتن کلیه معیارهای جهانی هستیم تا ملت شریف ایران به حق حاکمیت خودشون برسن.